بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. حمد و ثنا و صفت میفرستیم به الله سبحانه و تعالی و شکر میکنیم از بارگاه الهی که بر ما باز هم فرصت عمر داد و توفیق نصیب کرد که در درسی از درس‌های توحیدی اشتراک بکنیم. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای گرانقدر، خواهرای عزیز، برادرای محترم، یکی از موضوعات بسیار مهم و بسیار خطرناک در عقیده اسلامی موضوع نواقض ایمان هست. ما شما قبلا نواقض ایمان در درس قبلی خواندیم. نواقض به معنای نقض کننده یا شکننده هست. مثلا در کتاب های فقهی ما می خواندیم نواقض وضو. مثلا وقت انسان وضو میکنه چی چیزی وضو انسان مشکنانه، و از این خاطر وقت مادر و پدر بر اولاد خود وضو را یاد میته یا نماز یاد میتن، در همون وقت باز برشان یاد میدن که اگر مثلا اینی کارا را بکنی وضوی تو مشکنه و باید دوباره اثر وضو بکنی، و به می شکل اگر مثلا در نماز اینی کارا را میکنی نماز تو باطل میشه و نمازت مشکنه و مکلفیت داری که نماز اثر بخونی. و یا مثلا در نواقض روزه هست که اگر شما روزه دار هستین قصدن شما مثلا میخورین یا مینوشین، در این صورت روزه شما مشکنه و حتی شما اگر قصدن این کار کرده باشین باید 2 ماه دیگه روزه بگیرین. و به این شکل در هر چیز، در حج، در زکات، در هر چیز نواقض است و ما این در کتاب های فقهی زیاد میخوانیم. ولی متاسفانه که در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در مدرسه ها، حتی در پوهنتون های اسلامی، موضوع نواقض ایمان درس داده نمیشه. و مشکلش این است که زمان استعمار آمد و بعضی از نظام هایی که تحت استعمار در کشورها جابجا شدن، اینا نخواستن که قصدن به حساب جنگ فکری که نواقض ایمان فامانده شود برای مسلمان ها، و اگر بفهمند باز بسیاری وقتا در مقابل زنا اختلافاتشان زیاد میشن و با زنا را و استعمار را نمیپذیرن. و این تجربه تا سر خود ما تیر شده. یک وقت ما مثلا مدرسه خواندیم، پوهنتون خواندیم، در پوهنتون کابل خواندیم که در اون وقت زمانی که ما مدرسه خواندیم و پوهنتون خواندیم اون وقت مثلا روسا در افغانستان غلبه داشتن و به لیبیا رفتیم. اون وقت مثلا معمر القذافی یک کمونیست یا بیدین انسان بوده، اونا بودن. بنابراین وقتی ما در اونجا در پوهنتون ها و در مدرسه ها درس خواندیم هیچ گپ از نواقض ایمان زده نمیشد. و این در کتاب های فقهی مسائل حکم مرتد و ارتداد و این مسائل خوانده میشد و او را هم همت یک گذرا. اما مسئله نواقض ایمان که در بخش های عقیده باید بیان شود و مردم بفهمند، این درس داده نمیشد. از همین خاطر بسیاری وقتا حتی خود ما در نواقض ایمان داخل میشیم که حالا باز ما اثر کلمه خوانیم که لا اله الا الله محمد رسول الله، و کلمه خوانیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، به خاطر ازی که در بعض نواقض انسان داخل میشه و نمیفهمه که ایمان ما مثلا از بین رفته. از این خاطر این بحث بسیار مفید است، مفید برای هر انسان مسلمان هست. یعنی هر انسان مسلمان متدین، یعنی هیچ کس نمیخواد دوزخ بره. یعنی من مطمئن هستم انسانی که کلمه میخوانه و شاید یک 5% یا 4% کسایی باشن که اونا مثلا منافقت بکنن یا غلطی بکنن یا مثلا بعضی کسا به خاطر پول و مال و گپا و طرا، اما اکثریت مردم اینا اخلاص زیاد دارن و اینا میخواین که ایمان خود حفظ بکنن و میخواین به جنت برن و میخواین با ایمان و با کلمه توحید از این دنیا برن و در روز آخرت در صف مسلمان ها حشر شوند، به همراه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین حشر شوند. این خواسته کلگی هست. ولی مشکل در کجا هست؟ مشکل در این است که بعضی اوقات
انسان نافامیده و نادانسته با بی‌تفاوتی مثلا به یکی از نواقض ایمان داخل میشه، ایمانش از بین میره. اینا آیا عذر داره؟ وقتی که یک انسان مثلا امکانات هست، درس هست، تعلیم هست و این انسان یا گوش نمیگیره یا نمیخواه یا نمیفهمه یا مثلا بی‌تفاوت است، آیا همین بی‌تفاوتی یا گوش نکردن یا نشنیدن یا نفهمیدن ای باز بر از این عذر میشه که ای در یکی از نواقض ایمان داخل شود و مثلا صفت از صفات کفار بگیره و در کفر داخل شود، در ارتداد داخل شود و ای باز مثلا در روز قیامت بخیزه و بگویه که من عذر داشتم یا چطور داشتم؟ به هر صورت از این خاطر بسیار مهم است که انسان این مسائل بفهمه و اگر باز مثلا مبتلا شد، چون انسان الله غفار است و غفور است و تواب است، هر وقتی که انسان مجرد فهمید که من در یک کفر یا در یک شرکی یا در یک عمل کفری یا شرکی مبتلا هستم، دروازه رحمت الله باز است، الله رحمان رحیم است، دروازه مغفرت الله باز است، دروازه توبه الله باز است. چه وقت توبه قبول نمیشه؟ ولو که انسان در شرک گرفتار باشه، در کفر مبتلا باشه، الله توبهش قبول میکنه. در چه وقت قبول نمیکنه؟ در دو حالت. در یک حالتی که مثلا حالت فردی است که مثلا یک انسان ملک الموت ببینه، مجرد که مثلا وقت مرگ ما آمد و ما در پرده های غیب دور شد و ما ملائکه را ملک الموت به چشم خود دیدیم، دیگه دروازه توبه باز بسته میشه. باز وقت دیگه در واده جان کندن که قبض روح هست، باز اون توبه قبول نمیشه. یک حالت است. و حالت دومی که توبه قبول نمیشه حالتی هست که مثلا قیامت میشه. وقتی که قیامت میشه کلگی میفهمه که اون قیامت شد و پرده های غیب دور میشه و کلگی ملائکه را میبینه و قیامت را میبینه و عذاب را میبینه. پس در این صورت باز توبه قبول نمیشه. در غیر از او حالی که ما و شما فرصت داریم و زنده هستیم و الحمدلله فرصت عمر داریم، میتونیم توبه بکنیم و هر کسی که هست بشنوه توبه بکنه و رجوع بکنه و الله غفور و رحیم است. از شرک هم توبه میشه، از کفر هم توبه میشه، از ارتداد هم توبه میشه، از هر کاری کرده باشه توبه میکنه انسان. وقتی که توبه کرد و برای الله سبحانه و تعالی، الله غفور و رحیم و تواب است، توبهش قبول میکنه. از این خاطر فهمیدن مسئله نواقض ایمان بسیار مهم است، بسیار مهم است و این انسان باید برای تمام دوستای خود برسانه تا که اونها وقتی که میشنون، اگر یک کسی در این مبتلا شده باشه فوراً توبه بکنه و بارگاه الله رجوع بکنه. مثلا نواقض چی میگن؟ نواقض جمع ناقض است و نقص در لغت به معنای شکننده یا زائل کننده هست. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. در قرآن شریف آیت میگه شما نشکنین ایمان، امو قسم هایتان را بعد از اینکه شما را توکید کردین. در سوره نحل آیت 91 است. در تعریف اصطلاحی نواقض ایمان علمای عقیده چی میگن؟ اونا میگه هو الاعتقاد والقول والفعل المکفر. میگه چی هست؟ چی ایمان انسان را مشکنه؟ عقیده کردن یا یک سخن گفتن، سخن کفری گفتن، یا عقیده کفری پیدا کردن، یا سخن کفری گفتن، یا یک فعل کفری را انجام دادن. علما شما میبینن مثلا در رسانه ها هست یک نفر میگه که من با اسلام عقیده ندارم، یا مثلا امیال شما اگر موبایلتان باز بکنید کسایی هستن که میگه ما مسیحیان افغان هستیم، یعنی نصرانی هستیم، یعنی سه خدا را قبول کردن، خدایی عیسی مسیح را قبول کردن. اینا چی هستن؟ اینا ایمانشان که در خانه مسلمانان پیدا شدن ایمانشان نقص شدن و اینا کافر میشن. پس نواقض ایمان یا اعتقادی هست که یک نفر خودش مثلا عقیده داره که میره نصرانی میشه، میره سیکولر میشه، میره کمونیست میشه، به او عقیده می باشه، قرآن قبول نمیکنه، دین قبول نمیکنه، عقیده توحید قبول نمیکنه. پس از این خاطر علما میگن هو الاعتقاد والقول، یک سخن از خودش از زبان خود خارج میکنه سخنه، یا استهزاء و رشخندی میکنه، مثل قال بسیاری کسا به عیسی کافر میشن، استهزاء میکنن، رشخندی میکنن، سر احکام میآید. والفعل المکفر، یا یک فعل کفری را انجام میده. فعل کفری چی است؟ مثلا قرآن شریف مثلا زیر پای خود میپره، سر قرآن لغت میکنه. یک وقت مثل که کمونیستا قرآن شریف میآمدن در خانه ها و سر قرآن لغت میکردن. همین کارمل و دکتر نجیب و اینمی ترکی و اینمی امین و حتی مثلا فیلمایشان ببینید شراب میخوردن، باز شراب حرام است، باز میگن بسم الله شراب بخورین، یعنی توهین و تحقیر میکردن و بسم الله الرحمن الرحیم در انجام دادن یک عمل. پس
اعتقاد کردن، سخن گفتن یا فعل کفری را انجام دادن، الذی ینتفی به ایمان العبد و یزول، او کاری که او عقیده که یا قولی که یا فعلی که چی میکنه؟ ایمان انسان از بین میبره و او را زائل میسازه و نابود میسازه. پس ایمان انسان همه و یخرجه من دایره الاسلام، ایره خارج میکنه از دایره اسلام و ایمان و از دایره ایمان و ایره میبره الى حظیره الکفر والعیاذ بالله، ایره میبره به امو حظیره یا جایگاه کافر یا در دایره کفر، العیاذ بالله. اینی است. و در اصطلاحات فقهی و فقهای اسلام مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه و دیگر علمای اسلام، اینا مثلا در کتاب‌های فقهی میگن که یطلق اسم المرتد علی الذی ینقض ایمانه بهذه المکفرات الثلاثه. علمای فقه که نامایشون نگرفتم و شاگردایشون و تابعینشان، اینا میگن که مرتد کسی هست که ایمانش با این سه چیزها از بین میره. با کدام چیزها؟ مثلا به عقیده کفری، به قول کفری یا یک عمل کفری پیش بت میره سجده میکنه. خب این چی معنا میده؟ قرآن شریف لغت میکنه، چی معنا میده؟ اینی کلش. یا قول است، مثلا بخیزه یک نفر است مثلا در تلویزیون میشینه و میگه که قرآن شریف مبرتان غلطی ها میکشم، این صاحب این سر قرآن شریف توهین میکنه و استهزا میکنه و دشنام میده و میگه، پس اینی سبب چی میشه؟ سبب کفر ازی میشه. باز خود از این وقتی که بگی که تو کافر هستی، تو مرتد هستی، تو زندیق هستی، باز میگه این شما چقدر کونه فکر هستین. نه خیر، وقتی که انسان این کارا را کرد، هر کسی که باشه در امینجا داخل میشن.